با مجموعه خبری ساعت 10 با من یماس سیاوش خوش آمدید. سرخط خبرها: سرکرده داعشی شکار هواپیماهای بی سرنشین حافظ سعید رهبر شاخه داعش در خراسان در ننگرهار افغانستان کشته شد. شب گذشته حافظ سعید خان امیر به اصطلاح ولایت خراسان گروه داعش از بین رفت. هشدار رئیس اجرایی به مقام‌های محلی عبدالله در هلمند میگوید هیچ گونه غفلتی در کار حکومتداری پذیرفتنی نیست. دیوارنگاری فعالان مدنی برای مبارزه با فساد اداری. گروهی از فعالان مدنی در کابل برای مبارزه با فساد دیوارنگاری میکنند. ما میخواهیم که با اینمی کاری که شما نمونیش میبینین حداقل برای یک لحظه امی شهروندی که طرف دیوار امنیتی میبینه یک چیز دیگر رو ببینه. پایتختشان در فساد غرق هستند. شهر بسیار کثیف شده و مردم بسیار بی‌توجه هستند، دیگه احترام تقریبا نیست. و رونق کار گارسون‌های رباتیک در رستوران‌های چین. به نام خدا و شب شما بخیر. حافظ سعید رهبر شاخه داعش در خراسان در شهرستان اچین ولایت ننگرهار کشته شد. سخنگوی ریاست امنیت ملی میگوید که رهبر شاخه داعش در خراسان بامداد دیروز در حمله هواپیماهای بی سرنشین نیروهای ائتلاف همراه با 30 جنگجوی دیگر در ولایت ننگرهار کشته شدند. در 2 هفته اخیر حمله‌های سنگینی بر پیکر گروه داعش در کشور زده شده است. در تازه‌ترین حمله‌های هوایی نیروهای ائتلاف در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، حافظ سعید خان ورکزی رهبر شاخه داعش در افغانستان کشته شد. هواپیماهای بی سرنشین حافظ سعید خان را بامداد روز جمعه آماده قرار دادند. در حمله هوایی نیروهای ائتلاف بر بنیاد اطلاعات ریاست عمومی امنیت ملی و در حمایت مبارزه نیروهای امنیتی ملی افغانستان، شب گذشته حافظ سعید خان امیر به اصطلاح ولایت خراسان گروه داعش از بین رفت. این ضربه یک ضربه بسیار محکم و تأثیرات از اینا بسیار زیاد خواهد بود. از بین رفتن حافظ سعید خان یک ضربه جبران ناپذیر به اینا خواهد بود. در همین حال باشندگان ولسوالی اچین میگویند که پس از حمله هواپیماهای بی سرنشین نیروهای خارجی، داعشیان بر طالبان در این ولسوالی حمله کردند و نبرد سنگین میان دو طرف آغاز شد. بزرگان قوم این ولسوالی میگویند که داعشیان 3 تن از باشندگان محل را سر بریدند و باشندگان محل را نیز تهدید کردند که این ولسوالی را ترک کنند. هیڅ حکم نپریدي او مطلب دا ده چې فقط زنانه او د ماشومان نه بغیر چې څوک مخې له ورځي هغه چې دا ګونې ټوله مغه دغه د امارات نو هر چا باندې دوی هغه خپله وسه او ډز کا. موږ سیمه کې جنګ روان او تر بیګا ماخوستنه پورې او دا کم کورونه او دغه چې سړي دا هم د ولس کورونه دي، د طالبان کورونه نه دي او اکثره کډې چې دي هغه بیګا ټولې روتې دي د داعش دغه نه او دوله اختیار ورکړي چې دا کم چې پاتې سي دا به سبا پورې ټول د دې سیمې نه وځي. پیش از این فرمانده این گروه در ولایت هلمند کشته شد. ما در 1 ماه گذشته میتونیم گفته که با از بین بردن افراد کلیدی رهبری از این گروه مثل حقیار، گلزمان، جهادیار، شاهدالله شاهد ضربه محکم به پیکر از اینا وارد کردیم. حضور و فعالیت داعش در کشور نگران کننده گفته شده است. از همین رو ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که یک واحد ویژه را برای مبارزه با این گروه ایجاد کرده است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از گسترش گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. ولادیمیر پوتین میگوید که تلاش‌های گروه داعش برای گسترش شاخه‌هایش در افغانستان مرزهای جنوبی سازمان همکاری‌های شانگهای را تهدید می‌کند. برای بحث بیشتر هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل نظامی از کانادا با ماست. آقای حسنیاری خیلی خوش آمدین. واقعا چقدر میتونه کشته شدن حافظ سعید تاثیر بگذاره بر فعالیت‌های داعش در افغانستان؟ تأثیر موقت خواهد گذاشت اگر که کشتن سایر افراد گروه داعش ادامه پیدا نکنه، به این معنا که دیدیم در مناطق دیگر در سوریه و در عراق گروه داعش ضربات محکمی خورد
بعضی از رهبران این گروه کشته شدند، ولی گروه قادر بود که این رهبران کشته شده رو با کسان دیگری جایگزین بکنه و در نتیجه به کار خود ادامه بده. لازم هست که در این زمینه علاوه بر حضور و ورود نیروهای خارجی از طریق استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، دو دولت و نیروهای دولتی افغانستان و پاکستان هم همکاری بیشتری با هم بکنن تا اینکه این گروه رو از افغانستان حضورش رو ریشه‌کن بکنن. فکر میکنین یک برنامه منسجم برای مبارزه با داعش آمریکا در افغانستان داشته باشه در حال حاضر؟ به نظر میرسد که چنین هست، به خاطر اینکه دیدیم که در چند روز گذشته آمریکایی ها قادر شدند که تعدادی از رهبران گروه داعش رو بکشن و در نتیجه این نشان دهنده عزم آمریکایی هاست برای ادامه چنین امری. اگر که آمریکایی ها خطایی رو که در عراق مرتکب شدن در افغانستان مرتکب نشوند و به طور جدی با گروه داعش به همراهی سایر نیروهای حاضر در افغانستان و پاکستان با این گروه مبارزه بکنند، انتظار می رود که این گروه به طور جدی در افغانستان و پاکستان ضعیف بشه و در نهایت از بین بره. حالا با توجه به اینکه افغانستان یک مرز طولانی با پاکستان داره و در این حال این مرز باز از چه میشه با چنین عملات جلو داعش را واقعا گرفت در افغانستان؟ خب این عملیات بودنشون به طور قطع بهتر از نبودن اونهاست، به خاطر اینکه این همین رهبرانی که طی روزهای گذشته از بین رفتن نشان دهنده این هست که علیرغم طولانی بودن این مرز و همچنین خطرات بسیار جدی که در مناطق مختلف این مرزی به خصوص در شمال وجود داره، می شود با داعش به طور جدیتری مبارزه کرد. البته داعش حضور فعالتری در پاکستان داره. زمانی که به شاخه های از گروه طالبان پاکستانی به گروه داعش پیوستن، حضور داعش پررنگتر شد، ولی انتظار میره که نه تنها نیروهای دولتی افغانستان و همچنین نیروهای خارجی با داعش مبارزه بکنند، بلکه طالبان افغانستان هم به طور جدی با این گروه در حال مبارزه مسلحانه هستند، به خاطر اینکه ضعیف شدن طالبان در برخورد با داعش باعث تقویت بیشتر داعش خواهد شد. حالا بیشتر این فرماندهانی که در چنین حملات کشته شدند تا هنوز در خاک افغانستان بیشتر متعلق به طالبان پاکستانی بودند. این سوال مطرح میشه که چگونه داعش میتونه از اون طرف مرزها بیاید و در افغانستان و پاکستان سربازگیری بکنه؟ خب ببینید، هستند کسانی که در افغانستان، نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای مختلف خاورمیانه، کشورهای غربی تا استرالیا و نیوزیلند هم افرادی هستند که اعتقاد دارند که گروه داعش پیرو اسلام ناب محمدی است و این گروه قادر هست که اهداف اسلام رو جلو ببره و در نتیجه افراد ضعیف و نفسی هستند در همه جای دنیا از جمله در افغانستان که به این گروه میپیوندند با این امید که این گروه بتواند به خواسته های اونها تحقق ببخشه. از طرف دیگر این گروه از نظر مالی در شرایط خوبی است و قادر هست که تأمین بکنه نیازهای مالی بعضی از افراد رو. در نتیجه مجموعه ای از فاکتورها و عناصر دست به دست هم میدهند و گروه داعش این امکان رو میدهند که در کشورهای مختلف از جمله در افغانستان سربازگیری بکنند. خب در حالی که در افغانستان عملاً دو جبهه وجود داره در حال حاضر، یکی طالبان که بر ضد حکومت و نیروهای خارجی می‌جنگند و گروه دیگری هم که بر تازگی سر بلند کرده داعش. آیا اینها را باید مجزا بر ضدشان مبارزه کرد و یا واقعا میشه در یک استراتژی با هر دوی این گروه ها مبارزه کرد؟ خب به طبع اینها دو گروه مختلف هستند. خواستی این دو گروه یکی نیست. طالبانی که افغان هستند و خواستار بازگشت به قدرت هستند، اینها کسانی هستند که با دولت مرکزی افغانستان و حضور نیروهای خارجی مبارزه مستقیم می‌کنند برای به دست گرفتن قدرت و خواسته های فرا منطقه‌ای ندارند، در حالی که گروه داعش به یک خلافتی اعتقاد داره که از مرزهای غربی مراکش مغرب شروع می شود تا اندونزی رو در نظر می گیره.
در نتیجه خواسته های این دو گروه مختلف هست، متضاد هستند در بسیاری موارد، ولی اون چی که مهم هست این است که هر گروهی که با نیروهای مرکزی هر دولتی به مبارزه مسلحانه بپردازه به طور قطع بایستی از جانب نیروهای دولتی مورد تعرض قرار بگیره. بنابراین یک استراتژی برخورد با گروه‌های مسلح لازم هست، ولی از اونجایی که گفتگوهایی بین دولت افغانستان و احتمالاً طبق اون چیزی که در مطبوعات دیده میشه طالبان میانه رو در افغانستان این گفتگوها در پاکستان ادامه داره، در نتیجه می شود که این دو گروه رو از هم مجزا کرد و هرچی که گروه طالبان که ریشه در افغانستان دارن اینها به نیروهای دولتی نزدیکتر بشوند و با دولت افغانستان همکاری بیشتری بکنن، به طور قطع موضع داعش رو ضعیفتر خواهند کرد. خیلی کوتاه، برای مبارزه با داعش در افغانستان فکر میکنین چه چیز نیاز است؟ به نظر من یک انسجام خیلی جدی در بین نیروهای دولتی و نیروهای خارجی لازم هست. همکاری بسیار نزدیک و فشرده پاکستان ضروری است و در نتیجه بایستی که تا این سه مجموعه نیروهای دولتی، نیروهای ائتلاف و نیروهای پاکستانی دست به دست هم داده تا این گروه را از در افغانستان از بین بروند و نگرانی روسیه و کشورهای منطقه نگرانی بسیار جدی است، ولی بایستی دید که آیا این سه مجموعه عزم جدی در برخورد با داعش خواهند داشت یا نه. به نظر من حضور داعش در این منطقه به ضرر تمامی کشورهای منطقه از جمله پاکستان هست. در نتیجه این موضع جدیدی که در چند ماه گذشته پاکستان گرفته در مورد همکاری نزدیکتر با افغانستان به نظر من بایسته است و ادامه این همکاری میتونه عمر داعش رو در افغانستان و همچنین در پاکستان کوتاه‌تر بکنه. سپاسگزار از شما هوشنگ رسنیاری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل نظامی از کانادا. سپاسگزار. تشکر. برای تأمین صلح و امنیت باید از تمامی ظرفیت‌ها در کشور استفاده شود. رئیس اجرایی حکومت در دیدار از نظامیان و مسئولان ولایت هلمند با تاکید بر این مطلب می‌افزاید که هیچ گونه غفلت ورزی در کار حکومتداری خوب در کشور پذیرفتنی نیست و برای بهبود وضعیت در کشور از مسئولان درجه 1 تا فرماندار باید مسئولیتشان را درست انجام دهند. این بار همه راه افتادند تا به دیدار نظامیان و غیر نظامیانی در هلمند بروند که سالهاست با آتش و جنگ خو گرفتند و شب و روزشان را با صدای انفجار و انتحار می‌گذرانند. عبدالله میگوید به گوشه گوشه افغانستان سفر خواهد کرد تا وضعیت امنیتی این بخش‌ها را از نزدیک بررسی کند. اینجا در لشکرگاه هلمند از زن تا مرد و از پیر تا جوان همه از حکومت خواستار پیاده سازی حکومتداری خوبند. حکومتداری که همه از آن پشتیبانی خواهند کرد. څو تر څو به د افغانستان میرمنې په ژړا اخترونه تیروي او ټولې پنجابه کې به په خندا اخترونه تیروي. نبود هماهنگی و یک مدیریت درست، نبود مدیریت درست باعث پیشرفت و در پیشرفت مشکلات یعنی زیادتر دخیل هستند. رئیس اجرایی حکومت برایشان پیام هایی دارد، پیام تعهد و کار برای بهبودی وضع امنیتی هلمند و گام برداشتن برای تامین صلح در کشور. صلح کلید هم یوازې په جګړه کې نه ده. د یو خاصه د افغانستان دولت پر طالبان او مخالفین باندې غږ کړی ده چې موږ د مذاکرې ته حاضر یو. خدای وکړي چې دوی هم دغه ټکي ته رسیدلي چې جګړه د حل لارې نه ده. به سوی قلاردوی 215 میوند به راه میافتیم. قلاردویی که در آن هزاران تن از پلنگ بوشان کشور شب و روز برای نفس کشیدن راحت مردم در فضای امن با خواب و راحتی بیگانه شدند. اینجا مشکلات این نیروها و چالش‌های پیشرویشان به بررسی گرفته می شود. بررسی که بر رسیدگی جدی به این نیروها وعده داده می شود. با رفتن به کابل از طریق شورای امنیت ملی و ارگانهای مربوط انشالله در رفع مشکلات شما اقدام میکنیم تا شما بتانین در شرایط آرامتر با خاطر نسبتاً آرام و در شرایط نسبتاً آسان انجام وظیفه بکنیم.
همکنون نظامیان افغان در چندین ولسوالی شمالی هلمند در حال مبارزه با مخالفان مسلح دولتند. کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر کماکان منبع اصلی و درشت تفنگ به دستان مخالف دولت را در این ولایت تشکیل می‌دهند. در کمتر از یک هفته سومین سفر رئیس اجرایی حکومت به ولایت‌های مختلف کشور است. اینجا در ولایت هلمند بیشتر نگرانی‌ها بر این است که شاید مخالفان پس از ماه رمضان عملیات‌های تازه نظامیشان در برابر نظامیان در این ولایت راه اندازی کنند که شاید به غیر نظامیان نیز آسیب زیادی وارد شود. چیزی که گمان می‌رفت در بیشتر از 2 ماه عملیات نظامی در سنگین شاید ضربه محکمی بر مخالفان مسلح دولت وارد می‌شد. اما اکنون گفته میشه که اینها در شمار دیگر از ولسوالی‌های این ولایت فعالیتشان گسترش دادند و حتی از غیر نظامیان و کسانی که در این ولایت از فقر و بیکاری رنج میبرند سربازگیری میکنند. سید طارق مجیدی، تورونیوس، لشکرگاه ولایت هلمند. حوالی ساعت 5 عصر امروز یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاری همراهش را در منطقه بگرامی شهر کابل منفجر کرد. در این رویداد 2 غیر نظامی زخم برداشتند. سیکل آمده که یک دنجر بود یک روان، این موتورسیکل در پشتش بود. دیدمی جمپا که رسید یک دفعه انفجار کرد. یک نفر روسو افتاده بود، یک نفر روسو افتاده بود، دستا و پایا دیگه داود بوده مطالعات. یک تا بچه که اوگار شده بود، پایش اوگار شده بود، دیگه سیاست کم ترسیده بود، دیگه سیاست اوگار نشده بود. نبرد میان نظامیان افغان و طالبان در 2 کیلومتری شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان جریان دارد. نیروهای دولتی در تلاشند تا جنگجویان طالب را از آخرین پایگاه خودشان در منطقه دندغوری که دیشب به دست این گروه افتاده است عقب بزنند. خط جنگ در بغلان به جای رسیده که اکنون باشندگان مرکز این ولایت و خوبی می توانند صدای جنگ افزارهای سبک و سنگین را بشنوند. وردک ها آخرین پایگاه نظامیان افغان در ولسوالی دندخوری جمعه شب به دست مخالفان مسلح دولت افتاد. بیزی که در اونجا پلیس موقعیت داشت سنگر خود دفاع میکرد، بیز چوبی بود به اساس اصابت یک فیر راکت متاسفانه حریق شد که او را ما بر اساس آتش که در اونجا در گرفت مجبور شدیم یک تقریبا 1 کیلومتر هم نمیشه 500 متر عقب کشیدیم قوتای خود. ما برای یکی پوسته تقاش کمکای پلیس کمکی را اعزام کردیم. فعلا در دندغوری ما به شدت روی استقرار نیروها و مستقر کردن نیروهای امنیتی خود کار میکنیم. بسیاری اوضاع را در اطراف پلخمری شکننده می‌دانند. نگرانی همی است راههای دندغوری راههای مواصلاتیش اردوش فعلا در روی نیروهای دولتی کاملا مسدود و بسته است. فاصله بسیار کم وجود داره که ما میتونن از اون استقامت اگر سلاح ثقیله را خواسته باشند به استقامت شهر پلخمری و انداخت بکنم. در حوج نبرد باشندگان پلخمری خواهان دخالت نیروهای هوایی در این میان هستند. ما از دولت خود تقاضا داریم که برای ما قوای هوایی رای کنه، عسکر رای کنه، اردوی ملی رای کنه، این مردم را از این منطقه و محیط گم کنه. امنیت ما را بگیره، این طالبان را از منطقه و محیط گم کنه. ما مردم که علمیت پوش سری ما که بیاید از پس سری ما حلال میکنه. هشدارهایی هم داده می شود که در صورت ادامه این وضعیت نه تنها بغلان بل شارای شمال هم به ناامنی کشانیده خواهد شد. اگر به این مسئله توجه نشود، وقت زمانی که دندغوری و دند شهاب‌الدین اردو یک جا وصل شود، او طرف شارای مزار شریف و او طرف هم قندوز کاملا راه بسته میشه. دندغوری از هفته‌ها بدین سو گواه نبردهای سنگین میان نظامیان افغان و مخالفان مسلح دولت بوده است. با این حال انتقادهایی وجود دارند که در این مدت حکومت برنامه جدی برای رویارویی با این تهدیدها نداشته است. بر دیوارهای کابل رنگ میزنند تا مبارزه با فساد، صمیمیت و همدیگر پذیری را نهادینه سازند. در این روزها گروهی از فعالان مدنی بخشای از پایتخت را در پوشش یک کارزار نقاشی خیابانی قرار دادند. اعضای این گروه میگویند که آنان با سرمایه خودشان شهر را زیبا میسازند و پیامشان را به مردم میرسانند. ساعت‌ها کار و نتیجه‌ای که به باور این گروه هم زیبایی به همراه دارد و هم پیام.
ما می‌خواهیم که با اینمی کاری که شما نمونیش می‌بینین حداقل برای یک لحظه امی شهروندی که طرف دیوار امنیتی می‌بینه یک چیز دیگر را ببینه. تا مردم نجنبند در شهرشان پیشرفتی رونما نخواهد شد. وقتی که شما یک تصویر روی دیوار می‌بینین دیوار ناپدید میشه و همین خودش یک تاثیر مثبت روانی ده بر روی جامعه و بر روی مردم میگذاره. چشمانی که همه چیز این شهر را می پاید، آنم بر دیوار نهاده که تامین امنیت و مبارزه با فساد از اولویت‌هایش است. پایتخت نشین‌ها در فساد غرق هستند. شهر ما بسیار کثیف شده و مردم بسیار بی‌توجه هستند، به دیگر احترام تقریبا نیست. کابل بزرگ است و دیوارهای سفیدش بیشمار. می شود امید داشت که این کارزار نقاشی خیابانی گسترده شده و شهر را غرق در رنگ‌ها بسازد. فرمانده مأموریت قاطع نیروهای خارجی در افغانستان امسال را سال سخت برای نیروهای بومی می‌داند. ژنرال جان کمپل می‌گوید که آغاز فصل جنگ طالبان و حضور داعش در افغانستان کار را برای نیروهای امنیتی افغانستان سخت‌تر کرده است، اما وی تاکید می‌ورزد که این نیروها کار آزموده شدند و از میدان‌های نبرد پیروز به در آمدند. تا لحظات دیگر گفتگوهای ایران و 5 به اضافه 1 با یک تمدید مجدد. باز هم خوش آمدید. مهلت دستیابی به یک توافق نهایی هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 تا روز دوشنبه تمدید شد. وزیر خارجه آمریکا این گفتگوها را سازنده می‌خواند و میگوید که شماری از اختلاف‌ها میان دو طرف حل شده و کاخ سفید نیز میگوید که 6 قدرت بزرگ جهان با ایران هیچگاه تا این اندازه به توافق نزدیک نبودند. استفاده از ربات‌ها در رستوران‌های چین افزایش یافته است. رستورانی در ایالت شرقی شاندونگ چین شماری از ربات‌ها را برای توزیع غذا به مشتریانش خریده، کاری که باشندگان محل را شگفتی زده کرده است. حجم کار زیاد و نیاز به سرعت بخشیدن به کارها رستوران‌های چینی را واداشته است تا برای فرستادن غذا به مشتریانشان از ربات‌ها کار بگیرند. اکنون رستورانی در شهر چینگداوی ایالت شرقی شاندونگ 3 ربات را برای این کار خریداری کرده است. ربات‌هایی که سفارش می‌گیرند و به مشتریان غذا می‌آورند. این یک تجربه تازه و نخستین تماس من با ربات است. مالک این رستوران میگوید که این ربات‌ها به درآمد آن افزودند و سرعت کار را نیز بالا بردند. ربات میتواند از هزینه کارمندان ما بکاهد و به نیازمندی‌های مشتریان رسیدگی کند. هر کدام از این ربات‌ها از راه گوشی‌های هوشمند مشتریان فرمایش می‌گیرند و سپس غذای آماده شده را به آنان توزیع می‌کنند. این ربات‌ها به گونه‌ای طراحی شدند که با افراد و اشیا هیچ گونه تصادفی نداشته باشند. تا لحظات دیگر افزایش حاصلات سویابین در زمین‌های حاصلخیز افغانستان. باز هم خوش آمدید. و افغانستان سالانه 2000 تن سویابین تولید می‌کند. مسئولان نهاد جهانی تغذیه و آموزش می‌گویند که با توجه به افزایش حاصلات سویابین در کشور، حکومت باید زمینه‌های ترویج کشت سویابین را گسترش دهد. مسئولان نهاد جهانی تغذیه و آموزش که یگانه نهاد ترویج کشت سویابین در جهان است میگویند که سالانه تا 2000 تن سویابین در کشور برداشت می شود. آنان میگویند که با توجه به اهمیت غذایی سویابین، این نبات در ترکیب خود تا 40% پروتئین دارد که بهای آن نیز در بازارها مناسب است. خود نبات سویابین حاوی 38% پروتئین است، 18% روغن امگا 3 است، نون آمینو اسید حیاتی دارد و یک پدیده عمده و پایدار برای گرفتن پروتئین است. یعنی یک منبع خوبی است که از لحاظ قدرت اقتصادی خوبتر دارد. در این حال شماری از آگاهان کشاورزی با توجه به اهمیت غذایی و اقتصادی سویابین میگویند که حکومت باید برای گسترش کشت این نبات بکوشد. آنان میگویند که برای گسترش اهمیت غذایی سویابین در کشور نیاز به ایجاد کارخانه‌های پروسس آن است.
وقتی که دانه سویابین تولید میشه باید پروسس شود، چرا اگر ما دانه سویابین و قسم زنده به بازار عرضه کنیم مردم او را نمیخرن، هنوز با او قدر بلدیت هم ندارن و او مورد استفاده هم نداره و به شکل درستش باید پروسس شود. به خاطر پروسس ازی ضرور است که فابریکات صنعتی را ایجاد کنه دولت. در حال حاضر سویابین بیشتر در ولایت‌های گرمسیر کشور کشت می شود و بر بنیاد اطلاعات داده شده در حال حاضر 9 کارخانه پروسس سویابین در کشور فعالیت دارند و در این کارخانه ها گذشته از آرد سویابین، کلچه، رود، روغن، شیر، پنیر و قیماق سویابین تهیه می شود. و نگاهی دیگر به چند خبر. حافظ سعید رهبر شاخه داعش در خراسان در حمله هواپیماهای بی سرنشین نیروهای ائتلاف در ولایت ننگرهار کشته شد. نبرد میان نظامیان افغان و طالبان در 2 کیلومتری شهر پل خمری مرکز ولایت بغران جریان دارد. و استفاده از ربات‌ها در رستوران‌های چین افزایش یافته است. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش.